دانشجو به آرمان طلبی و آزادی خواهی خود زنده است. دانشجویی که به خاطر روح تعهد به جامعه و حساسیت به مشکلات آن همواره در ردیف تاریخ سازان بزرگ قرار گرفته و بار سنگین بسیاری از جنبش‌های اجتماعی سراسر تاریخ را بر دوش کشیده است. آقای منتجفیان، نزدیک 40 سال است که ما شاهد تبعیض جنسیتی و نزدیک 100 سال است که شاهد تبعیض‌های قومیتی هستیم. بعضی وقتا باورم نمی شود جایی وجود دارد که خانم‌ها نمی توانند پوشش خودشان را خودشان انتخاب کنند. آقای منتجفیان، برای شما یک خبر کهنه داریم که احتمالاً برایتان تازگی داشته باشد. دریاچه اورمیه نفس‌های آخرش را می‌کشد. هنوز نماینده اصلاح طلب مجلس به نقل از بزرگان کشوری میگوید نام فراکسیون ترک باید عوض شود. به نام ترک حساسیت وجود دارد. و سازمان آموزش پرورش کل کشور فرمان ممانعت از استخدام معلمینی که در زبان فارسی لهجه دارند را صادر می‌کند. درد ما درد کودکانی است که هر سال زبان مادری خود را در خانه گذاشته و به مدرسه ها می‌رود. درد ما وعده‌های خصوص سیاستمدارانی است که هر بار قول رفع تبعیض‌ها را می‌دهند، اما آنچه نصیب ما می‌شود مهاجرت اجباری، وابستگی، فقر و بیکاری است. آقای منتجفیان، آقای جهانگیری گفته بودند ما به 8000 سازمان مردم نهاد مجوز دادیم. ما میگوییم فقط 8 تا از این تعداد را نام ببریم که مال ترک‌ها باشد. از 8000 تا فقط 8 تاشون نام ببرن که به ما دادن. این تبعیضه. همانطور که گفتیم دانشجویان آذربایجانی به بوی تعفن نژادپرستی نهادینه شده‌ای که از اردوگاه هر دو جناح سیاسی کشور به مشام میرسد به شدت حساس. به مرکزگراها بگویید جنبش دانشجویی آذربایجان با وجود تمام فشارها، تهدیدها همچنان روی پای خود ایستاده است و برای بقای خود به تکریم و مداحی دولت مردان سر حمله کرده است. کلام خود را برای بیان دردهای مردم آذربایجان به کار میگیرد و مشت گره خورده خود را به سوی شونیسم میگیرد. Azerbaycan var olsun, İslamiyet var olsun.